اول کار کال آف دیوتی مدرن وارفر 3 نمیدونم چه مرگیشه. این ارور کد ارور درایو میده، مشدد مدد میده که هیچ جوره نمیشه ردش کنی. دو تا راهکار تو اینترنت هست، راههای مختلفی که میگه اول برو استیم، روی بازی کلیک کن، پرپرتیزش رو بزن، برو تو قسمت اینستال فایلز و وریفایش رو بزن، وریفای بشه. اینو من زدم نشد متاسفانه. 126 گیگ هم حجمشه لاسم. دومین راهکار این که بریم سایت مثل سایت شکن، میاین تو قسمت نتورک، چنج آداپتور سیتینگ و رو اون مودمی که دارید پرپرتیزش رو میزنید. تو این قسمت اینترنت پروتکل ورژن 4 میزنید، یوز فالوینگ دی ان اس سرور آدرس رو میزنید، اینجا کپی میکنید. بیاد حالا واو صد تا چی باید بزنیم. خدایا رفت. اینجا پیست، انشالله که بشه. اینم کپی پیست و اوکی میکنیم. اوکی که شد همه رو میبندیم دوباره بیاریم میزنیم بیاد بالا ببینیم چی میشه. خب مثل که جواب داد و DNS میزنی، چک فور آپدیت میزنه. الان زایمون میکنه میره، خدا زایه میشه. یه چیز اونجا داره آپدیت میشه. من فعلا استوپش میکنم تا ببینیم چی میشه. حجم ویدیو بالا نره. با کل بدبختی آخر اومد بالا و فعلا لول 61 میگیریم ببینیم چی میشه. پیشرفت میکنیم. نانستاپ بازی میندازه تا جون همدیگه، زارتی میندازه لول 250 میتر کنه تو. مرسی.